دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. ویدئویی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم پرسبایوپیا یا مشکل دید نزدیک یا پیرچشمی است. اتفاقی که معمولاً بعد از سن 40 سالگی اتفاق میفته و افراد برای مشاهده اجسام نزدیک یا مطالعه دچار مشکل میشن. البته نکته بسیار مهمی که حائز اهمیت هستش، مطالعات مختلف نشون داده که پرسبایوپیا یا پیرچشمی بستگی به عوامل نژادی داره، بستگی به شرایط جغرافیایی داره، بستگی به نوع کار چشمی داره، بستگی به شرایط روحی فرد داره، یا به عبارت دیگه عوامل مختلفی میتونه باعث شروع پیرچشمی، تشدید اون یا گسترش اون بشه. بنابراین ممکنه خیلی از افراد باشند که هنوز به 40 سالگی نرسیده باشند ولی دچار پرسبایوپیا یا پیرچشمی شده باشند و افرادی هم ممکنه در سن بالاتر از 40 سالگی باشند ولی هنوز پرسبایوپی یا پیرچشمی رو تجربه نکرده باشند. حالا با هم ببینیم که پرسبایوپیا یا پیرچشمی چی هست. خب، اگر به تصویر شماره 1 نگاه بکنیم و فرض بکنیم که یک فردی که دچار عیب انکساری نیست و یک شرایط طبیعی از نظر انکساری داره، به حالتی اطلاق میشه که وقتی که فرد داره به اجسام دور نگاه میکنه، تصویر روی شبکیهش در حالتی که عدسی چشمش کاملا ریلکس هستش متمرکز میشه و اجسام دور رو کاملا واضح می‌کنه. اما وقتی که شی در فاصله نزدیک قرار میگیره، تصویر دو رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم، باعث خواهد شد که عدسی چشم که با رنگ آبی در این تصویر نشون داده شده در تصویر شماره 2 قدرت کافی رو نداره تا پرتوها رو همگرا بکنه تا تصویر روی شبکیه تشکیل بشه، چون همونطور که ملاحظه می‌فرمایید واگرایی پرتوها افزایش پیدا کرده، پس بنابراین باید قدرت عدسی افزایش پیدا بکنه تا تصویر ایجاد شده روی شبکیه باشه. اما در پرسبایوپیا یا پیرچشمی تصویر پشت شبکیه تشکیل میشه وقتی که ما داریم به یک جسمی که در فاصله نزدیک هست نگاه میکنیم. خب، در اسلاید های قبلی یا در ویدیوهای قبلی راجع به صحبت کردیم که عضلات مژگانی که با فلش های آبی و قرمز در این تصویر شماره 3 و 4 نشون داده شده، اینها منقبض میشن و میتونن روی عدسی چشم تأثیر بگذارن و باعث تغییر تحدب عدسی بشن. این پدیده رو ما بهش میگیم اکومودیشن یا تطابق. به عبارت دیگه علت ایجاد پرسبایوپیا یا پیرچشمی این هست که مکانیسم تطابق به خوبی اتفاق نمیفته و این ناشی از این هستش که عدسی چشم انعطاف پذیری خودش رو از دست میده، سخت میشه و در واقع امکان تغییر تحدب براش به وجود نمیاد. بنابراین فرد موقعی که به جسمی که در فاصله نزدیک هست نگاه میکنه اون رو نمیتونه واضح ببینه به خاطر اینکه عدسی چشمش نمیتونه تغییر تحدب مناسبی رو داشته باشه. خب، اتفاقی که پیش میاد آن چیزی است که در تصویر بالا میبینید. در یک فرد طبیعی اجسام فاصله دور، فاصله های میانی و فاصله نزدیک توسط فرد طبیعی واضح دیده میشه، ولی در یک فردی که پرسبایوپ هستش تصاویری که در فاصله میانی یا فاصله نزدیک هستن به خوبی دیده نمیشه. اولین اتفاقی که خواهد افتاد و شاید شما دیده باشین در افرادی که پرسبایوپ هستن این هستش که جسم رو در فاصله دورتر قرار میدن. سه فردی که در این تصاویر دیده میشن همونطور که ملاحظه میفرمایید جسم رو در فاصله حد اکثری که میتونن از خودشون دور کنن نگه میدارن و چون در فاصله دورتر نیاز به تطابق کمتری وجود داره تا بتونن جسم مورد نظر رو واضح تر ببینن. اما نکته دیگه ای که وجود داره اون هستش که وقتی که ما جسم رو در فاصله دورتر قرار میدیم وضعیت سر و دستمون رو به شکلی قرار میدیم که پلکامون کمی تنگتر بشه و این پدیده رو بهش ما پدیده پینهول گفته میشه و میتونه عمق کانون و عمق میدان رو افزایش بده یا به عبارت دیگه دید رو بهتر میکنه. یا به عبارت دیگه افراد پیرچشم شاید ترجیح میدن با تنگ کردن
چشمشون و تنگ کردن پلکاشون، نزدیک کردن پلکاشون بتونن دید بهتری پیدا بکنن. گاهی اتفاق میفته که افراد پیرچشم ترجیح میدن نور اطرافشون افزایش بدن که با این کار میتونه عرض به خدمتتون که مردمک تنگتر بشه و شرایط مشابهی به وجود بیاد. بنابراین یکی از علائمی که در پیرچشمی وجود داره اینه که فرد جسم رو در فاصله دورتر قرار میده، ترجیح میده نور محیط بیشتر باشه تا بتونه اجسام نزدیک رو بخونه. برای تصحیح پرسبایوپیا ما میتونیم از روش‌های مختلفی استفاده بکنیم. انواع عینک‌ها و حتی کانتاکت لنز قابل استفاده خواهد. نکته قابل توجه این هستش که خب این عدسی تصحیح کننده باید برای فاصله نزدیک فقط استفاده بشه، چون فرد فقط موقعی که داره به فاصله نزدیک نگاه میکنه دچار مشکل هست و وقتی دور رو میبینه مشکلی نداره. البته اگر فرد همراه با پیرچشمی دچار عیوب انکساری دیگه‌ای مثل آستیگمات، دوربینی یا مایوپی باشه، شرایط ممکنه کاملا متفاوت بشه. یکی از ساده ترین انواع عینک‌های هاف آی هست یا عینک‌های نیمه هست که در تصویر شماره 1 مشاهده می‌کنید. فرد وقتی که از اون استفاده می‌کنه عینک رو کمی به پایین میاره و میتونه از بالای عینک ببینه و لازم نیست دائما عینک رو بگذاره و برداره، چون عینک‌هایی که کاملا صفحه چشم رو میپوشونن، سطح چشم رو میپوشونن، وقتی که فرد سرش رو از روی آنچه که میخونه در فاصله نزدیک برمی‌داره دور رو تار خواهد دید و این عینک‌های نیمه کمک میکنه که این اتفاق نیفته. نوع دیگه از عدسی دو کانونه هست. همونطور که میبینید قسمت بالای عدسی برای دیدن فاصله دور هستش و قسمت پایین اون برای فاصله نزدیک. ولی اشکال این عدسی ها اینه که ما تغییر تدریجی قدرت رو نداریم و فرد فواصل میانی رو خیلی واضح و مناسب نخواهد. نوع دیگه ای از عدسی ها که در تصویر شماره 3 میبینیم ما به عنوان عدسی های 3 کانونه مشاهده میکنیم. در مقایسه با عدسی 2 کانونه میبینید که قدرت بینابینی هم برای عدسی در نظر گرفته شده و البته این عدسی ها خیلی دیگه امروزه مورد استفاده قرار نمیگیرن. اما اون چی که بیشتر امروزه مورد استفاده قرار میگیره عدسی های پروگرسیو هست یا عدسی های تدریجی که در تصویر شماره 4 مشاهده می‌فرمایید که قدرت عدسی از بالا به سمت پایین که همونطور که در تصویر مشاهده می‌فرمایید دیستنس و اینترمدییت و نیر هست مشاهده میشه و فرد میتونه در فواصل مختلف از این عینک استفاده بکنه و عینک دائم رو چشمش باشه. اما نکته‌ای که وجود داره اون قسمت‌های هلالی که در دو طرف عدسی دیده میشه که به انگلیسی پریفرال دیستورشن نوشته شده نباید در مقابل محور بینایی فرد قرار بگیره چون باعث تاری دیدش میشه. تصویر شماره 5 هم انواع خاصی از کانتاکت لنز ها هستش که فرد میتونه از اونها استفاده بکنه برای اینکه دید واضحی داشته باشه. مکانیسم اونها در واقع مکانیسم مفصلی است که شاید اینجا قابل توضیح نباشه، ولی به هر حال تمام این روش ها در دسترس هست، موجود هست و با توجه به نیازهای بینایی فرد و با توجه به شرایط بینایی فرد و چشم فرد نوع کار چشمیش میتونه تنوع انتخابی رو برای فرد مطرح بکنه. خیلی ممنون از توجهتون و امیدوارم که این فرصت وجود داشته باشه تا ما بتونیم مطالب دیگه‌ای رو در زمینه اپتومتری، علوم بینایی، عینک و چشم خدمت شما توضیح بدم. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه دوستان و عزیزان دارم. خدا نگهدار.